امروز میخوایم داستان دختر زیبا و چشمابی رو براتون تعریف کنیم که بعد اینکه توسط یه سری یاغی دزدیده میشه و توی مصر تبدیل به برده میشه، دوست پسرش در به در میفته دنبالشون و قسم میخوره که برای نجات عشقش فرعون مصر رو سرنگون کنه. به کانال فیلم استوری خوش اومدید. امروز میپردازیم به داستان فیلم 10,000 BC. در ابتدای داستان و 10,000 سال قبل از میلاد توی یک کوهستان برفی یه قبیله به نام یاگال رو میبینیم که یه پیرزن دانا رهبرشون و یه روز به محض پیدا کردن یه دختر چشمابی به نام اولت میگه این دختر از طرف پدران ما فرستاده شده و این یه نشانه است از اینکه بعد از آخرین شکار ماموت توسط ما دشمنا به ما حمله میکنه. اما تو همین زمان از میان مردای ما یه پسر سلحشور پیدا میشه که قوم ما رو نجات میده. خلاصه مردم یاگال حسابی اولت رو دوست دارن و این وسط یه پسر به نام دیله هم بهش علاقه‌مند میشه و باید بدونید که پدر دیله اصلاً به حرفای اون پیرزن باور نداره و برای پیدا کردن راهی برای نجات قبیلهشون از گرسنگی به مردی به نام تیک تیک که صاحب نیزه‌ای سفید و مقدسه میگه من دارم میرم تا آیندمون رو پیدا کنم. بعد از رفتن پدر دیله بقیه بچه‌ها اونو مسخره میکنن و میگن بابات یه بیورزه بود و فرار کرد، ولی خب اولت میاد و بهش میگه تو هم این من تنهایی، چون مردم قبیله من توسط دشمنای اهریمنی کشته شدن. دیله هم با نشون دادن ستاره قطبی تو آسمون به اولت بهش میگه اون ستاره هیچ وقت توی آسمون تکون نمیخوره، درست مثل تو که جات همیشه تو قلبمه. چند سال بعد در حالی که دیله حسابی بزرگ شده و داره با پسری به نام باکو نگهبانی میده که ببینه ماموتا کی میان اونجا، یه دفعه اولت میاد اونجا و بهش میگه باید با هم از اینجا فرار کنی چون یه پسر به نام کارن از تو شکارچی بهتریه. اینجا لازمه که بدونی طبق دستور مادر پیر هر کدوم از پسرای قبیله که بتونن آخرین ماموت رو شکار کنن علاوه بر به دست آوردن نیزه سفید میتونن با اولت هم ازدواج کنن. تو همین لحظه سر و کله ماموتا که پیدا میشه، اهالی قبیله راه میافتن تا با رهبری تیک تیک که صاحب نیزه سفیده راهی شکار ماموت بشن، ولی خب میرینه چون با نزدیک شدنشون به ماموتا اونا مود اسپورتشون رو روشن میکنن و گازشو میگیرن و دبورا که رفتیم تا اینکه تو دهانه یه تنگه پسرای قبیله یه تور رو میندازن روی یکیشون و اون پسر باکو سعی میکنه با نیزش بکشتش، ولی خب ماموت فرار میکنه و بقیه هم میپرن روی توره. بعدش تیک تیک میگه ما موفق نمیشیم و از پسرا میخواد که از تور بپرن پایین، ولی خب دیله به خاطر گیر کردن دستش توی اون توره همراه ماموته میره، ولی یه جا دیگه اون هیولا رد میده و سعی میکنه به دیله حمله کنه، اما اون با قرار دادن نیزش لای یه سنگ موفق میشه دخل ماموته رو بیاره. بله، بعد این اتفاق مادر پیر نیزه سفید و اولت رو میده به دیله و اون دیگه تبدیل به یه قهرمان میشه. اما خب مادر پیر میدونه که به زودی دشمنای اهریمنی بهشون حمله میکنن. همون شب دیله میره پیش تیک تیک و نیزه سفید رو بهش میده و میگه من اون ماموت رو نکشتم چون دستم توی توره گیر کرد و فقط خوششانس بودم وگرنه تا زیر خایه ریده بودم به خودم. اون بعدش این موضوع رو به اولت هم میگه، ولی خب تأکید میکنه که اون همچنان ستاره قطبی تو دلشه. اما اولت بهش میگه حداقل بهم نفوذ میکردی، بعدش این کارو میکردی لاشی، حالا منو از دست دادی. چند ساعت بعد مادر پیر از خواب میپره و میره بیرون که بشاشه، ولی یه دفعه میبینه که چند تا اسب سوار دارن بهشون حمله میکنن و موفق میشن با کشتن یه سریا بقیه پسرای جوون و اولت رو اسیر کنن و این در حالی که چون دیله بیرون از قبیله است فقط این صحنه رو تماشا میکنه و کاری ازش بر نمیاد. بعد از این اتفاق دیله به تیک تیک میگه من میرم دنبالشون و کارن و باکو هم که موفق شده بودن مخفی بشن همراه اونا میرن. چند روز بعد اونا به دنبال کردن رد پاها ادامه میدن و از اون طرفم وقتی رهبر یاغیا که اسمش جنگ سالاره میفهمه که اولت داره از خودش نشونه میذاره، بهش میگه با اینکه ازت خوشم میاد ولی مجبورم بغل باستن تو با شلاقم کبود کنم. بله، بالاخره دیله و بقیه اونا رو داخل دره‌ای معروف به دره پرندگان غول‌پیکر پیدا میکنن و صبح روز بعد مخفیانه دیله میره و اولت رو نجات میده، ولی خب موقع فرار میرینه چون با حمله پرنده‌های غول‌پیکر روبرو میشن و این وسط دیله با همون روشی که ماموته رو کشت موفق میشه یه پرنده رو هم بکشه. بعدش دیله میفهمه
که موقع فرارش از دست اون پرنده همه دوباره توسط جنگسالار اسیر شدن و این بار اونا کارن و باکو رو هم گرفتن و بعدش هم دیله یه گوشه تیک تیک رو در حالی که زخمی شده پیدا میکنه و بهش میگه ساعت دیواری تو چرا بیداری؟ من عزیزم رفته، تو چرا میخوابی؟ اون فوراً تمام سعیشو میکنه و زخم تیک تیکو میبنده و راه میفته که براش همون اطراف یه آهو رو شکار کنه، ولی گوزبختانه میفته داخل یه گودال بزرگ و از هوش میره. چند ساعت بعد در حالی که اون گودال داره پر از آب بارون میشه، دیله به هوش میاد و میبینه اونجا یه تله است و تازه یه ببر دندون شمشیری هم افتاده داخلشو گیر کرده. اینجا دیله وقتی میبینه که اون ببر بیچاره زیر یه سری چوب گیر افتاده و تازه به زودی هم زیر آب خفه میشه، میره سمتش که با کشتنش خلاصش کنه، اما خب به جاش بهش میگه من آزادت میکنم ولی باید قول بدی منو نخوری. بله، دیله ببر رو آزاد میکنه و اونم میاد سمتش رو بوش میکنه و با یه جستک از اونجا میزنه بیرون و دیله هم با بدبختی برمیگرده پیش تیک تیک و میبینه اون به هوش اومده و بهش خبر میده که غارتگرا به یه روستا همون اطراف حمله کردن. یکم بعد تیک تیک و دیله میرن توی اون روستا تا بتونن یکم غذا پیدا کنن، ولی تو همین لحظه یه سری از اهالی محاصرهشون میکنن، ولی قبل اینکه دخلشون رو بیارن ببره میاد اونجا و همه بجز دیله میرن عقب. اینجا دیله نیزشو میذاره زمین و به ببره میگه من نجاتت دادم لاشی. ببره هم بعد شناختنش اهالی اون روستا رو تهدید میکنه و از اونجا میره. بعد از این اتفاق رهبر اون روستایی‌ها ناکو میاد و اونا رو به خوردن غذای لذیذ دعوت میکنه و میگه من چند سال پیش از یه مرد که از قبیله شما اومده بود اینجا زبونتون رو یاد گرفتم. اینجا وقتی دیله میفهم که اون مرد پدرش بوده، از ناکو میپرسه که اون مرد کجا رفت. اونم میگه پدر دوست من بود و رفت سمت سرزمین خدایان و یاغی‌ها هم اسرا رو میبرن به همون جا، اما خب باید بدونید که هیچ کس تا حالا از اونجا بر نگشته. اون میگه ما باور داریم که تو ما رو میبری به اونجا، چون طبق یه پیشگویی کسی که با دندون نیزه حرف بزنه کسیه که ما رو نجات میده. خلاصه روزهای بعد اونا به کمک ناکو با قبایل دیگه هم متحد میشن تا برن سمت سرزمین خدایان و چند روز بعد وقتی رود نیل رو پیدا میکنن میبینن یاغی‌ها اسرا رو سواری کشتی کردن و دارن با خودشون میبرنش و این در حالی که همراه اسرا پسر بچه‌ی ناکو هم هست. بعدش از اون طرف یه شب جنگسالار بعد دیدن تتوی ستاره ها روی دست اولد بهش میگه اون پسری که دنبالته نمیتونه از صحرا عبور کنه، پس بهتره فراموشش کنی. همزمان دیله با نگاه کردن به ستاره قطبی راه درست رو پیدا میکنه و بقیه هم همراهش راه میافتن و موفق میشن سرزمین خدایان رو پیدا کنن. بله، اونجا جایی نیست جز جیزه، محل ساخته شدن اهرام مصر و اونجا ما میفهمیم که همراه با برده ها یه سری ماموت هم دارن توی کار ساختن اهرام کمک میکنن و اسرای جدید هم به نیروهای کار اونجا اضافه میشن. تو همین لحظه فرعون مصر که بهش لقب خدا یا قادر متعال رو دادن میاد اونجا و به خاطر روند کند ساخته شدن اهرام دستور میده یه نفر رو قربانی کنن و اونا هم یکی از پسرای قبیله یاغال رو قربانی میکنن. همون روز بعد اینکه جنگسالار اولد رو به خدای مصر میفروشه، دیله و بقیه وارد زندان برده ها میشن و بهشون قول میدن که آزادشون میکنن. اینجا یه سری از برده ها میگن شما نمیتونین جلوی خدا بایستین، ولی ناکو میگه این پسر تونست با دندون نیزه حرف بزنه. اونا بعدش یه مرد نابینا رو به دیله معرفی میکنن که قبلا خدمتکار خدایان بوده و اون میگه خدایان 3 نفر بودن و حالا فقط یکیشون زنده مونده و تازه ازش شنیده که اون گفته فقط از 1 نفر میترسه که یه نشانه توی آسمون داره. یکم بعد قبل رسیدن سربازای فرعون به اونجا، دیله با دیدن یه نوار روی دست طرف که قبلا مال باباش بوده ازش سراغشو میگیره و اونم میگه بابا جون منو نجات داد اما خیلی سال پیش کشته شد. خلاصه موقع فرار 3 تا از سربازای فرعون وقتی کمپ نیروهای دیله رو پیدا میکنن، تیک تیک و دیله دخلشون رو میارن، اما یکیشون از پشت میزنه و تیک تیک رو میکشه. همزمان بعد از کار افتادن تیک تیک ساعت دیواری و در حالی که جنگسالار راز کرده و رفته توی زندان شخصی فرعون تا ترتیب اولت رو بده، یه دفعه سربازای فرعون میگیرنش و کاهنان هم بعد دیدن نقش ستاره‌های روی دست اولت فوراً میبرنش پیش کاهن اعظم و اون بعد بررسی ستاره ها میفهمه که این دختر نشانه اومدن دشمن خدایان رو روی دستش داره و این جریان رو فوراً به خدای مصر خبر میده. از اون طرف دیله بعد یه سخنرانی انگیزشی برای لشکرش راشون میندازه تا صبح روز بعد توی مصر عملیات کنه، ولی خب بعد رم کردن ماموتا کارن کشته میشه.
بعدش این خبر که به گوش قاطر متعال میرسه، اون دستور میده که بیرون کاخ اولت رو تیکه تیکه کنه و این در حالی که دیله و بقیه برده های کاخ رو محاصره میکنه. اینجا قاطر متعال به دیله وعده میده که میتونه عشقش رو برداره و بره، وگرنه دختره رو میکشه و دیله هم قبول میکنه و حین جلو رفتن ازش میخواد که بقیه برده ها رو هم آزاد کنه و قاطر متعال هم قبول میکنه تا اینکه دیله با پرتاب نیزه سفید تو دستش دخل خدای مصر رو میاره. بعد از این اتفاق برده ها وقتی میبینن که خداشون هیچ گوزی نبوده، میریزن تو کاخش و خشتک نیروهاشو میکشن سرشون و آتیشش میزنن. ولی این وسط جنگ سالار اولت رو با اسبش میدزده و اولت هم یه چاقو رو فرو میکنه تو پهلوش. اینجا وقتی اولت پا میشه که بره توی بغل دیله، جنگ سالار از پشت با تیر میزنتش و دیله هم دخل جنگ سالار رو میاره و دولش رو له میکنه. اما خب متاسفانه اولت جونش رو از دست میده. آخر داستانم میبینیم که مادر پیر در حالی که داره با قدرتی که داره از راه دور بهشون نگاه میکنه، جون خودشو میده به اولت و با مرگ خودش اولت زنده میشه و اونا روز بعد از خدافزی از قبیله ناکو برمیگردن به سرزمین خودشون و چند ماه بعد هم میبینیم در حالی که بذرایی که با خودشون بردن رشد کردن، همون بغل مقاله دیله لاشی لبای اولت بیبی رو میبوسه. برای دیدن داستان فیلم‌های بیشتر میتونید روی یکی از کارتایی که رو تصویر میبینید کلیک کنید. مرسی که تا پایان همراه ما بودید.